دیگر نیاز نیست از کسی پرسان کنید که امروز چندم ماه مبارک رمضان است. با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان نهایت عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سر حال بوده باشین و ماه مبارک رمضان را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و به امید قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه پرفیض و برکت. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنین و علامه زنگوله را فشار دهید تا هیچ یک از برنامه‌های جدید ما را از دست ندهید. در این ویدیو میخواهم روش درست و صحیح دانستن از ماه مبارک رمضان را بر شما آموزش میتم و اگر شما بدانید که امروز چندم ماه مبارک رمضان است یا فردا روز چندم ماه مبارک رمضان است، در این ویدیو اگر شما خواسته باشین تا آخر تماشا کنین، من روش درست و صحیحش بر شما آموزش میتم و شما خودتان با استفاده از گوشی های هوشمندتان میتونید بدانید که امروز چندم ماه مبارک رمضان است. بیاین که بر شما این روش را آموزش بدم. خب نخستین کاری که شما باید انجام بدین این است که شما در این قسمت میرین در قسمت تنظیمات موبایلتان. زمانی که رفتین settings، در انگلیسی settings نوشته است، کسایی که موبایلشان دارنده سیستم iOS است یا اپل میتونن این تنظیمات را برای خود فعال کنن. تنظیمات زمانی که رفتین پایین البته میارین اسکرول داون میکنین و تا این قسمت که کلندر نوشته است یا به حساب فارسی ما میگیم جنتری، در حساب جنتری اینجا که کلیک کردین صفحه دیگه باز میشه. در قسمت alternate calendars کلیک میکنین. گزینه آف است. فعلا شما چند گزینه اینجا بر شما قرار داده شده، کدامشه که شما خواسته باشین انتخاب میکنین. چاینیز، هیبرو و اسلامیک. در قسمت پایین که اسلامیک نوشته است ما او را انتخاب میکنیم. انتخاب که کردیم در این قسمت بازگشت، اینجا میبینین که امی جنتری اسلامی همچنان در گوشی ما فعال شد. شما با استفاده از گوشی خودتان میتونین حالا دیگه بدانید که امروز چندم ماه رمضان است. از قسمت تنظیمات خارج میشیم دوستان عزیز. نوتیفیکیشن قسمت پایین میکنیم. در این پایین شما قسمی که به تصویر میبینین البته دوستان عزیز نوشته است که روز جمعه 15 مارچ، این البته تاریخ میلادی است و در قسمت پایینش ماه مبارک رمضان امروز 5مش است و سال 1445. این البته تاریخ اسلامی است. دیگه نظر به موقعیت و نظر به جایی که هستین اگر شما این تنظیمات فعال داشته باشین به طور درست براتان میگه که امروز چندم ماه مبارک رمضان است. امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و مورد پسند شما قرار گرفته باشد. کانال ما را حمایت کنید و لایک و کامنت حتما فراموشتان نشود. لطف نموده کانال یوتیوبی هم را سابسکرایب کنین و علامه زنگوله را حتما فعال داشته باشین تا هیچ یک از برنامه های جدید ما را از دست ندهید. تا درود بعد، بدرود.